الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام رحمه الله تعالی، امام بخاری برای خودشون روش خاصی را دارند. اما ائمه حدیث معمولا روشی را پیروی می کنند و امام رحمه الله تعالی در این مورد ابتکار خودشون را دارند. بسیاری از بزرگان کتابشون را با طهارت شروع کردند و چون نماز را خیلی مهم دیدند و نماز موقوف بر طهارت هست، لہذا امام ترمذی، امام ابو داود و با طهارت کتابشون را شروع می کنند و بسیاری بزرگان با اوقات صلات چون نماز مهم دیدند و گفتن وقت نماز چه وقت داخل میشه و نماز کتاب موقوت هست. و بعضی از بزرگان کتابایشون را با اعتصام به سنت خیلی مهم دیدن. اعتصام به سنت را، جنگ زدن به سنت و گرفتن به سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اتباع آن حضرت، لہذا اعتصام به سنت آورد. و بسیاری بزرگان با کتاب الایمان، چون کتاب الایمان خیلی مهم دیدند و ایمان پایه هست و اساس و زیر بنای همه دینه. و امام مسلم رحمه الله تعالی کتابشون را با اسناد شروع کردند و فرمود اسناد از دینه و اگر سند نباشه هیچی نیست. و روی این بزرگان هر یکی با ذوق خودش و روی دلیل کتابایشون را آغاز کردند با عناوین مهم. و امام رحمه الله تعالی در اینجا خودش روش ابتکاری داره و نه تنها در آغاز کتابش بلکه در کل کتابش امام رحمه الله تعالی از دیگر بزرگان و ائمه حدیث و فقها روش جداگانه داره و ابتکاریه. و به قول علامه انور شاه رحمه الله تعالی، او خودش باز کننده این دروازه، فکان هو الفاتح لهذا الباب و کان هو الخاتم، و لهذا او خودش اول و آخر هست در این ابتکار خود، در روش خود و روش جداگانه امام رحمه الله تعالی داره از بزرگان دیگر. و لہذا اینجا کتابشون را با وحی آغاز کرده. و علامه سندی رحمه الله تعالی می فرمایند که امام رحمه الله تعالی می خواهم بفرمایند که صحت کل این کتاب مربوط به وحی هست و اینکه وحی انجام گرفته باشد. و لہذا امام رحمه الله تعالی ابتدا کردن کتابشون را با وحی و می خواهم بگن همه این مسائلی که میاد تا آخر کتاب از وحی ثابته که بالاترین منبع هست و بزرگترین ماخذ و مستندترین استدلاله. علامه انور شاه رحمه الله تعالی می فرمایند که چون بعد از کتاب الوحی ایمان هست و علم و این دو تا کتاب بسیار مهمند، لہذا قبل از این وحی را آوردند که چه در ایمان می آید، در علم می آید، همه اینا مربوط به وحی. و ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء و انك لتهدی الى صراط مستقیم. و لہذا همه این خیر نزدیک این دو قول. و علامه شیخ الهند رحمه الله تعالی می فرمایند که
به انسان راههای علم مختلف داده شده است که هم لمس و هم ذوق و هم سمع و هم بصر، از همه این راه علم وارد بدن انسان میشه، به قلب و مغز انسان می شود و آخری عقل هست که بالاترین راه علمه و همه اینها دچار اشتباه میشه و عقل هم دچار اشتباه میکنه و عقلا دنیا به هم درگیرن، سیاست مداران به هم درگیرن، هر کسی معتقده که رای او عقلانه هست و آخری بالاخره راه علم وحیه و بشر نیاز داره به یک راهی که در او هیچ اشتباه صورت نگرفته باشه و او راه وحیه و قطعیه و هم عقل اصلاح میکنه، هم سمع، هم بصر، هم سایر راه علم اشتباهاتی که در این صورت میگیره و اختلافاتی که بین عقلاء دنیا پیش میآید وحی او را حل میکنه و لذا قرآن هم همین فرموده است که ما این وحی را الله فرستاده تا اختلافات حل بکنه و این حل استدلالی هست، عملی روز قیامت هست و روی این امام رحمه الله تعالی به وحی کتابشون را آغاز کردند و خواستند بیان بکنند که لذا این بالاترین منبع و بالاترین ماخذ و بالاترین مستدل وحی هست و لذا اول وحی را ثابت میکنند و تا بقیه همه چیز بعد با وحی ثابت بشه و این طلبه حقیر و جزئی هم عرض داره و او اینه که امام رحمه الله تعالی میخواهند، شاید میخواهند بگن که با بالاترین منبع و این سلسله با بالاترین ماخذ با منبع وحی اتصال داره و لذا دنیا باید خبردار باشه که هیچ چیزی بالاتر از وحی نیست و ما به زمین نشستیم ولی ما متصلیم به وسیله وحی با صاحب عرش و ملای اعلا و این درسی که برای ما آمده است و درسی که میدیم با ملای اعلا اتصال داره و لحاظ این میره به الله تعالی میرسه وحی و میآید به وسیله جبرائیل امین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و ما بندگان عاجز و ضعیف پروردگار، لہذا منبع فیض ما بالا هست و این صحبت همه از اون منبع فیض، مسیر صحبت همه یکی است و این رایز کرد شده زیاد تفاوتی ندارن، اما تعبیره بالاخره تعبیر ها میشه مختلف کرد و لہذا امام رحمه الله تعالی میخواهند که بگن این وحی که 570 سال یا 600 سال قطع شد بعد از حضرت عیسی علیه السلام به وسیله حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بعثت آن حضرت 2 مرتبه این سلسله جریان پیدا کرده، چنانچه همین می فرماین ان اوحینا الیک کما اوحینا، کاف برای تشبیه، ما وحی کردیم به سوی شما همچنان که به حضرت نوح و نبیین من بعدهی وحی کردیم. یعنی این وحی که به شما میشه الهام تنها نیست که به نبی و غیر نبی انجام میگیره و اوحینا الی ام موسی نبی نبودن و این وحی القا در قلبه، لکن این وحی که بیان حضرت صورت گرفته وحی اصطلاحیه و وحی بر انبیاء علیهم السلام میشه، این هم بالاترین وحی هست و لحاظ این سلسله بعد از حضرت عیسی قطع شده و مجدد جریان پیدا کرده است و به وسیله حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و این آخری فرصت هست که الله تعالی به جهانیان داده و وحی را بر خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین نازل کرده است. لہذا این همه آنچه که اینجا بحث میشه و بر همه اینها برمیگردن به این سلسله مبارک، به سلسله نبوت،
به سلسله وحی برمیگردند و به جریان وحی تعلق دارند و لحاظا اینها وقتی هر صحبت ثابت بشه با سند که به صاحب وحی برگرده، دیگه در او هیچ نوع اشتباهات وجود نداره. عقل اشتباه میکنه، چشم اشتباه میکنه، گوش اشتباه میکنه، و لمس اشتباه میکنه، سایر راههای علم دچار اشتباه میشن، اما وحی اشتباه نداره. وقتی وحی ثابت شد دیگه همونه، مسلک همونه و حق هم همون است که وحی ثابت میکنه. آنجایی که وحی صریح باشه دیگه نه اجتهاد را داره نه دیگه فتوای مخالف او را داره. وقتی صریح لحاظا قطعیه دیگه باید وحی گرفت. آنجایی که بالاخره مقدار اجمال هست و یا ابهام هست، آنجا محل اجتهاد مجتهدین و استنباط علما میدان داره. و این اولی حدیثی را که بعد از این باب امام رحمه الله تعالی، خود باب به معنی دروازه هست، این یک دروازه باز میشه در کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، چگونگی وحی چگونه آمده. اینجا صورتهای مختلفی را، چند صورت را بیان میکنه. خواب هم یکی از راهها، خواب انبیا، الهام و القا در دل، و کلام پروردگار من ورای حجاب، پشت فرد خدا وقتی که کلام بکنن، انبیا کسی خدا را نمیبینه ولی کلام خدا را میشنوند، و فرشته به صورت اصلی و فرشته به صورت بشر می آید. و چگونگی وحی اینجا، این دروازه مال چگونگی وحی، هرچه که می آید در رابطه با کیف کان بدء الوحی هست. حدیثی را که ذکر کردند اینجا، اولی حدیث که معمولا همین حدیث قرائت می شود، و او حدیث از سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه است، و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می فرمایند که سیدنا رسول صلی الله علیه وسلم را شنیدند که فرمودند انما الاعمال بالنیات. این حدیث را حدیث هم منبری گفتند، و حدیث انما الاعمال بالنیات خودش نام داره، حدیث اخلاص. و این حدیث منبری برای که از عمر اینجا سر منبر این سخنایی رد کردند. و علقمه بن ابی وقاص ابن وقاص سلیسی این حدیث را از حضرت عمر سر منبر شنیدند، و در کتاب الحیل همین حدیث امام بخاری روایت میکنه. اونجا این لفظ آمد که آمده که حضرت فرمودند ایها الناس انما الاعمال بالنیات. و ایها الناس معمولا خطاب میگم خطاب سر منبره، و لذا معلوم میشه که خود آن حضرت هم سر منبر بیان کرده. و روی این حضرت عمر سر منبر و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سر منبر علنا بیان کردند، و لحاظا این حدیث برای منبری گفته. حدیث از لحاظ مرتبه و جایگاه حدیث، از لحاظ قطعی بودنش، این حدیث در اصل خبر واحده، ولی نزد فقها به شهرت رسیده، چون بعد که می آید 700 شاگرد از شاگردان یحیی بن سعید انصاری این حدیث روایت کردند. ولی علامه ابن حجر می فرمایند که من از جوانی و زمان طلب العلمی دنبال روایت بودم، من تا 200 راوی را، شاگردان یحیی بن سعید انصاری را که یکش سفیان هست و حمیدی از سفیان، میگه من جمعوری کردم، بیشتر من ندیدم. ولهذا این روایت نزد فقها مشهوره، ولی نزد محدثین خبر واحده، برای اینکه خبر باید عزیز باشه، یعنی 2 راوی در هر سلسله بالا داشته باشه تا مشهور بشه. و نزد فقها اگر 1 راوی هم باشه بعد هم میتونه مشهور باشه. ولکن از لحاظ معنی این روایت متواتر هست، چرا که این روایت قرآن عظیم الشان تایید میکنه و قرآن متواتر هست. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. و
قرآن جاهای مختلف فرموده الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله و فرموده برای خدا خرج میکنند مالهای خودشون را. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها زيف وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. این آیه و امثال این آیه که در رابطه با اخلاصان، این حدیث مفهوم حدیث تعیین میکنه. لازم مفهوم و حدیث به اعتبار معنا متواتره، گرچه به اعتبار الفاظ این حدیث خبر واحد باشه نزد محدثین و مشهور نزد فقها. شان ورود حدیث را هم علامه حافظ ابن حجر از طبرانی نقل کرده و علامه سندی در مواهب لطیفه از اخبار مدینه نقل میکنه که شخصی پیام نکاح داد به زنی که در مدینه منوره بود و او انکار کرد مگر اینکه هجرت بکنه و لحاظا این زن به نام ام قیس معروفه و نامش را قیله گفتن و لحاظا این صاحب مسلمان هجرت کرد و آمد در مدینه منوره. این زن ازدواج کرد و آن حضرت صلی الله علیه وسلم خبر شنیدند یا اطلاع دادند فرشته و آن حضرت بالای منبر رفتند و این سخنان ایراد کردند که با حدیث همین شان ورود مطابقت پیدا میکنه و دیگران هم این شان ورود نقل کردند. لحاظا این حدیث شان ورودش همین میتونه باشه. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انما الاعمال. یک سوال وارد میشه که ابو طلحه پیام نکاح دادن به ام سلیم و ام سلیم گفت که انت رجل کافرون، شما مرد کافر هستید و من با شما ازدواج نمی کنم مگر مسلمان بشید. ابو طلحه مسلمان شد و ام سلیم ازدواج کرد. بعد چنان صحنه پیدا نشد، در رابطه با هجرت پیدا شد ولی در رابطه با ایمان پیدا نشد. این بعضی جواب دادن که ام سلیم او ابو طلحه از ته قلب مسلمان شد و همین لفظ کافر چون نفرت انگیزی به اون نسبت داده شد. الان هم دنیا اگه شما بگی غیر مسلم بد نمیبرن ولی غیر مسلمانان اگه شما بگی کافر بد میبرن. کافر لفظ نفرت انگیز است و لحاظا او حقا مسلمان شده است. و گاهی توجیه اینجا ما میکنیم که چون حدیث لفظ انما الاعمال آمده و لحاظا در اعمال اگر اخلاص نباشه مؤاخذه هست و اما در اسلام دستور همین داده شده است که ما ظاهر قبول بکنیم و باطن بسپاریم به الله و فرمودن من قال لا اله الا الله عصم منی دماؤهم و اموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم علی الله آمده. حساب آن حضرت و صحابه کاری نداشتن با کسی که مسلمان بشه. واقعا ابو طلحه از مسلمانان مخلصه ولی به هر حال در رابطه با اسلام مؤاخذه نیست ولی در رابطه که ظاهر مسلمان بشه. خود الله تعالی فرمودن بعضی جا که هست قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اینجا فرمود و به هر حال لفظ این انما الاعمال اینجا گرچه ایمانم عمل قلبه ولكن با تاویل عمل قلب شامل میشه ایمان شامل میشه. ظاهرا همین عمله مثل هجرت جهاد حج و لحظا انما الاعمال بالنیات را حضرت تلاوت فرمودن در رابطه با همین شان ورود والله اعلم. البته این شان ورود آمده از لحاظ صحت در حد بالا نیست
ولی به هر حال شانه برودی که اکثرا این نقل کرده. انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى. انما الاعمال الف لام اعمال ای عهدیه و مراد عمل خیرن، چو عمل شر مثل سرقت، دزدی، رهزنی، اگر کسی بکنه این کار بدن به نیت خیر که من سرقت بکنه و ببره به یتیم ها بده، این عرض کنم که با نیت نیست، این خلاف شر ناجایزه و ناروا هست، جایزه. اعمال مراد اعمال خیرن، اعمال خیر با نیتن، یعنی اگر نیت خیر باشه خیره، شر باشه شر، برای خدا باشه ثواب داره و اگر برای دنیا باشه باطل و مردوده. اگر آدم ریاکار و متظاهر باشه انما الاعمال بالنیات و لهذا اعمال او تمام برباد. دار و مدار اعمال انما الاعمال تصاب بالنیات و انما الاعمال تعتبر بالنیات. اعمال به نیت اعتبار داره و ثواب داره. بعضی بزرگان تصح و هم آوردن، دیگه مسائل فقهی هم استنباط کردن و اینجا اعمال با نیت جای دیگه به نیته، چون نیت یک قلب و نیت یکی هست، لہذا اعمال همه با نیت اعتبار. اونجا که با نیت معنی تک تک اعمال، در مقابل تک تک اعمال تک تک نیت باشه، برای هر عمل نیت بکنه، نیت برای الله بکنه و این عمل زمانی قبول هست که با نیت درست باشه و برای الله انجام بگیره و برای ریا نباشه و برای تظاهر نباشه، برای شهرت نباشه، برای منافع دنیا نباشه. اعمال برای موقعیت خودش انجام نده که موقعیت خودش رو تحکیم بکنه، همه چیزا ببره و تنها نیت را با الله وصل بکنه. نماز که شما میایید میایستید، باید قبل از اینکه نماز شروع میکنید یک اتصال باید پیدا بشه بین ما و بین رب العالمین. انی وجهت وجهی، روایت هست که خوانده شده، اینجا محرابم انی وجهت وجهی نوشته شده است. قبل از شروع نماز انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. مشرکین هم شرک جلی شامله و هم شرک خفی ریا را شامله. و قبل از نماز اول اتصال و بعد الله اکبر و آغاز نمازه و هر عمل همین طور باید قبل از او نیت حاضر باشه. انما الاعمال بس شروع عمل ما باید اخلاص من را و للهیت من را و نیت من را درست بکنیم. و انما لامرئ ما نوى، برای هر انسان هست آنچه که او نیت میکنه. بعضی میگن جمله مستقله، بعضی میگن نه این تابع جمله گذشته است. انما لامرئ، برای هر انسانی هست آنچه که نیت میکنه. و معنی اینه که شما دو رکعت میخوانید، یکی چند نفر اینجا دو، یکی برای استخاره نیت میکنه، یکی برای تحیت المسجد نیت میکنه، یکی فرض نیت میکنه، یکی نفل نیت میکنه. ولهذا و انما لامرئ ما نوى، هر چی که او نیت، یکی برای خدا نیت میکنه، یکی برای دنیا نیت میکنه. مال خداش مال خدا خواهد بود، مال دنیاش مال دنیا خواهد. و انما لامرئ ما نوى میتونه همون تشریح همون جمله قبل باشه و تابع باشه برای عمل بالنیت. ولهذا وقتی عمل با نیت برای هر انسانی از چی که نیت کرده، خیر نیت کرده، شر نیت کرده، در خیر چه چیزی را نیت کرده، برای هر انسان است آن چیزی که نیت میکنه. طالب العلم آمدن، یکی آمده برای الله درس بخونه، یکی دیگری آمده که درس بخونه فردا امام بشه، فردا خطیب بشه، فردا قاضی و مفتی بشه، فردا جای کارمند بشه، بره توی دانشگاه تدریس بکنه. و بعضی تنها و تنها برای آنه که الله راضی بشه و خدمت برای اسلام بکنه و خدمت برای مسلم. انما لامرئ ما نوى، تک تک انسان چه چیزی نیت میکنه همون میشه نیت.
فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فهجرته الی ما. این جمله یک جمله را امام بخاری اینجا حذف کردن. فمن كان هجرته الى الله و رسوله، جمله اوله فهجرته الى الله و رسوله. این فا برای تفریح است و لہذا این بر همون اساس انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوی، بر همین پایه و اساس این بنا را آورده. پس بنابر این قانون انما الاعمال بالنیات که یک کلی هست، بر اساس این کلی هر کسی هجرتش برای الله و رسول باشه، هجرتش مال خدا و رسول خواهد. فهجرته تقع الی الله و رسوله. و من کان هجرته الی دنیا یصیبها او الی امرأة، کسی که هجرتش به سوی دنیا باشه یا زنی که بخواد ازدواج بکنه، هجرتش واقع میشه به آنچه که هجرت کرده است. یعنی هجرتش به خدا و رسول واقع نمیشه، به دنیا و منافع و مفاد دنیا واقع میشه. این سوال وارد میشه که من بخاری این جمله اولا چرا حذف کرد؟ جمله با ارزشی است. و بعضی گفتن استاد او که این حدیث را روایت کرده این جمله را نیاورده و دیگران رد کردند، چون علامه حمیدی در مسند خود حدیث کامل روایت کرده است. امام بخاری هم از علامه حمیدی جای دیگر روایت میکنه حدیث کامله و لحاظا این حذف بعض اجتهاد خود امام بخاری دانستند. حذف در حدیث صحیح است. خرم فی الحدیث میگن که حدیث بزرگ قسمت های رسم حذف بکنم، اینطور که الله واعظه میکنم. یه جمله را میگه، منم عرض کردم حدیث را، جمله اش را آیه را حذف میکنن، حدیث حذف میکنن، مطلبش را میگه این درست است. لہذا امام بخاری فقط مطلبش با آخری جمله بیشتر تعلق میگیره و لہذا این اولی حذف کردن. برای چه حذف کردن؟ تواضعاً میگن حذف کردن. آخری نظری که بعضی بزرگان دادن که کتاب ایشون در مثابه کسی خیال بکنه و مزان این که برای الله باشه، در این مزان نیست این کار امام بخاری، ولی حداقل برای دنیا نباشه. به ذهن اینطور میرسد که وقتی انسان خودش یک کار خوبی را انجام بده، این نقطه قابل توجهه، یک کار خوبی را انجام بده و آیه و حدیثی بخوانه، بالاخره بر تایید این کارش یک نوع تبرئه نفس میشه و نوع خودنمایی که اعمال من مطابق با این حدیث و مطابق با این آیه است. و روی این امام بخاری رحمه الله تعالی ولی جمله را حذف کردن و دومی جمله را آوردن، چون امام بخاری درسته این حدیث کتاب برای من و شما جمع آوری کرده است، ولی بالاخره آغاز کتابشون هست و این همه اعمال هم امام رحمه الله تعالی برای خودشون هم حدیث خوانده که نیتشون را تصحیح بکنه و روی این اولی را نیاوردن و اولی را استنکاف کردن که چون که خودشون دارن این کتاب می نویسند و این کتاب جمع آوری کرده، امام بعد ترتیب داده و لحاظه آخر فمن کان هجرته الى الله و رسوله فمن و هجرته الى الدنیا هجرته الى الله و رسوله حذف کرده و فمن کان هجرته الى الدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها. و این نشان میده نهایت تیزهوشی امام رحمه الله تعالی و دقت نظر امام رحمه الله، اخلاص امام رحمه الله تعالی، للهیت امام و تواضع امام رحمه الله تعالی که بزرگان ذکر میکنند. و اینجا دنیا را که آورد، در دنیا امرأت یعنی که هم شامل بود، چون همه اینا را الله در لیست دنیا ذکر میکنه. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين، اولینش نساء، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. این همه متاع دنیا، ولی چون شان ورود امرأت بود
لہذا اینجا او الی امرأة یعنی که تصریح کرد، تخصیص بعد تعمیم. در قل اعوذ برب الفلق همین مطلب یاد میشه که من شر ما خلق و من شر غاسق، تخصیص بعد تعمیمه. اینجا هم همین تخصیص بعد تعمیمه. و یا این که خطرناکترین چیزی که میکشه به هجرت و به فداکاری و همه چیز آدم حاضر است که بده، برای همین ازدواج مسئله است. این دایه‌اش خیلی قویه و لحاظا این از دیگر دایه‌های دنیا قویتر بود، پررنگتر بود، جاذبهش بیشتره، کششش بیشتره. لحاظا این آورد. عزیزی گفت که من حاضرم 100 میلیون وفات کرده الله رحمتش بکنه و 100 میلیون تومان میدم و زنی میگیرم سنش کمی بالا رفتم. من گفتم که تو برو بیوی ازدواج بکن و 100 میلیون بده برای آخرت. و قبول نکرد مشورت من. معلوم میشه که این دایه اینقدر قویه که حاضر او بیشتر زمان قبل که 100 میلیون خیلی ارزش پولی بود و حاضر 100 میلیون تومان بدم من کسی زنی بده. و لحاظا اینجا فرموده است که ما دنیای من اگر قربان بکنیم اشکال نداره ولی دین من قربانی نکنیم. و هجرت عمل دین هست و بالاترین عمل و جهاد فی سبیل الله و دیگر اعمال اینها نباید برای دنیا انجام بگیرند یا برای ازدواج انجام بگیرند. و اگر برای ازدواج و دنیا انجام بگیره هجرت باطله و هیچ اجری و ثواب نزد الله تعالی نداره. یه دو سه تا نکته اینجا من خدمت دوستان عرض بکنم و به ذهن ناقص میرسند. اینجا یک سلسله را داره تذکره میکنه امام رحم الله تعالی که به صاحب عرش میرسه و همانطور که همه این سند و این دین متصل با صاحب عرش و این دین و این علم از جانب صاحب عرش آمده است و هیچ باطلی به این راه نداره، قطعیه. و همینطور عاملان این دین باید از لحاظ اخلاص متصل بشن به صاحب عرش و اگر یک ذره خطا برن به انحراف رفتن و به اشتباه رفتن و عملشون تباه شده است. و لحاظ در این سلسله انبیاء را ذکر کرده این اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین و اشاره به آن کرده که سلسله انبیاء علیهم السلام سلسله مخلصینه و این سلسله مخلصین هست. و لحاظا همه طلاب و علما که پیروان انبیاء و همه مردم که پیروان انبیاء بدونن که زمان میتونن پیرو واقعی باشن که اخلاص و للهیت داشته باشه. انما الاعمال بالنیات. و لحاظا نیت باید درست باشه، نیت صحیح باشه، نیت نباید باطل باشه. اگر نیت باطل باشه و خراب باشه اندم به چالش روبرو میشه، به مشکلات مواجه میشه، کامیابی نداره، سعادت نداره، سر به سنگ میخوره و آدم با بنبست مواجه میشه. لحاظا اینجا تنها و اخلاص و للهیت. عزیزی را گفته که شما یک موضوعی گفت که من گفتم گذشته از خود نشان بدید. گفتن آخر نفس ما ناراض میشه و نفس ما نمیتونه که نادیده بگیره. همه چیزا باید اینجا میگه نادیده بگیر و تنها الله را ببین و عمل دین تنها و تنها برای الله انجام بده. نکته دوم خوب توجه کنید، این نکته را خیلی مهمه، خیلی مهمه. امام غزالی رحمه الله تعالی می فرمایند که ریاکاری این ویروسی، مثل تشبیه میدن با تقریبا با تعبیر خودش به یک چیزی که ما او را تعبیر میکنیم به ویروس. این ویروس که هیچ
آزمایشگاهی اینا به خوبی نمیتونه شناسایی بکنه. بعضی ویروس ها که زایدان آزمایش میده نه میرن تهران و خیلی جای آزمایشگاه بسیار قوی تشخیص بده که آقا این ویروس این مریضی برمیگرده به این ویروس. و ریاکاری چنان ویروس خطرناک. شما حالا مخلصید و خیال میکنه من برای مردم میگه من برای وجه خدا انجام میدم، فقط من برای خدا این کار کردم. و این همون بعد همین لفظ که میگه برای خدا من انجام دادم، این کلمه دیگری بگه خوبه، خود انسان بگه بده. برای اینکه این فلا تزکو انفسکم، شما پس برای خدا که انجام بد مخلصی. از کجا معلوم که تو برای خدا انجام داده؟ تو را نفس فریب داده، تو را شیطان فریب داده. و لحظه بگی که شما دعا کنید این عمل من انجام داد برای خدا باشه، دعا کنید که ریا نباشه، این درسته. ولی که بگه من برای وجه خدا، بعضی از عزیزان ما، بعضی از مردم میگه من میگه فلانی برای وجه خدا، من هم میدونم که برای وجه خدا انجام نداده، من هم میدونم قرائن موجوده برای وجه خدا، من برای وجه خدا انجام دادم. فریب نفس. ما این مدرسه را، این مسجد را برای خدا بستی. از کجا معلومه که تو این مسجد برای خدا بستی یا برای بنده؟ بگم که این مسجد ما اینجا هم دستی اگه داشتیم برای خدای، غلطه. از کجایی که من برای خودم کار کردم یا برای الله کار کردم؟ او خدایی که میدانه، خدایی که میدانه. خدا بگه شما برای خود من کار کردی درست، ما بگیم ما برای خدا کار کردیم که اشتباه باشه. ولی اخلاص خیلی مهمه. این باید خیلی عمل انجام بدیم برای الله و استغفارم بکنیم که نکنه ریای باشه، نکنه فریب نفس باشه، نکنه من علم برای الله نمیخوانم، برای نکنه این درس من برای الله نمیدم، درس قرآن میدم این برای الله نیست، نکنه برای ریا باشه، برای اینکه معلوماتم را میخوام اضافه بکنم و فردا جای دیگه بگم که من فلانم. این بخاری را که درس میدم ممکنه برای الله نباشه، بگم استاد بخاریه و استاد فقه، استاد حدیثه. این ریاکاری خیلی خطرناکه و روی این خیلی بیدار باشید، خیلی مواظب، خیلی استغفار کرد، خیلی باید تواضع کرد. تواضعی که در دل استغفارم همونه که تنهایی باشه و الله من و شما را اخلاص نصیب بکن. این سلسله تنها مقبولش سلسله علم و سلسله دین و سلسله اعمال و عمل. این سلسله دیانت تنها اون بارگاه الله مقبول هست که برای الله باشه، برای موقعیت، برای منفعت، برای نام و شهرت، برای تظاهر تمام تباه و برباد. حنفاء لله غیر مشرکین به. هم باید از خرافات و انحرافات یک سو بود و هم از شرک، که شرک معمولا هر دو تا شرک شامل میتونه باشه، هم ریاکاری را که شرک و حدیث سریع آمده از شرک و هم عرض کنم که شرک جلی و اینهای. ولذا امام رحمه الله تعالی این حدیث آوردن تا من و شما اخلاص پیدا بکنه و نیت ما را تصحیح بکنه، بفهمیم. علامه خطابی رحمه الله تعالی می فرماید که شایسته است که هر اعمال با این حدیث شروع بشه و حضرت علامه خطابی رحمه الله تعالی فرموده است که متقدمین از مشایخ ما احادیث و تصنیفاتشون را و کتابهایشون را با همه حدیث شروع کرد. مشکات المصابیح هم با همه حدیث کتابش را آغاز کرده و لحظه این حدیث را بعضی فاتحه السنه نامیدن، یعنی همانطور که سوره الحمد فاتحه الکتاب، بعضی این حدیث را فاتحه السنت هم گفتند. و این بزرگان روششون همینه. بسیاری از این بزرگان که اصحاب حدیثن
تعداد احادیث را انتخاب کردم به عنوان محورهای بزرگ. یکی همین حدیثه. در این حدیث همه اتفاق نظر دارن که محور عظیمه و امام شافعی رحمه الله تعالی حدیث یک سوم دین قرار داده است. گفته که اعتقاد و اعمال و اخلاص، و لحاظا اخلاص روح دین عزیزان من. و اگر اخلاص نباشه و للهیت نباشه دین نیست. دینی هست که روح نداره. و امروز بالاترین چیزی که امت باید دنبال هم برود و ما او را مفقود کردیم و گم شده ما هست اخلاص. درسته در عمل ضعف داریم، در همه چیز ضعف داریم، ولی بالاترین ضعف ما در اخلاص هست و ما باید به جستجوی اخلاص باشیم و للهیت باشیم. و این نقطه را هم بدانید که هیچ قوت در مقابل اخلاص و للهیت نیست. انبیاء علیهم السلام، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، همه انبیاء علیهم السلام بعض قوت ظاهری الله به آنها داد آخرا، ولی همه با قوت اخلاص رفتن جلو. و اخلاص چیزی است که قدرت مادی در مقابلش پاش میشه و متلاشی میشه و اخلاص تثبیت میشه. چرا؟ که حامی اخلاص رب العالمین هست. وقتی انگیزه برای الله باشه و انسان انگیزه هاش خدایی هست و اخلاص، الله نصرت الهی شامل علیه است. اما الله ریاکار نصرت نمی کنه، معاهده نداره، ولی الله تعالی عهد داره با مخلصین که اونها را حمایت بکنه. گذشته هم الله همه اهل ادیان به اخلاص امر کردن و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. همه برای آنکه با اخلاص الله را بندگی بکنن و لهذا اصل اخلاص و للهیت هست. و یک نقطه از حضرت علامه ندوی رحمه الله تعالی و ملاقات ایشون با حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله تعالی، و ایشون یکی از خطبای معروف و سخنرانان معروف نه هند بودن بلکه در همه بلاد اسلامی و غیر بلاد اسلامی مردم جمع در جمع به سخنرانیشان جمع میشد. بسیار خطیب توانمند و الله تعالی به ایشون کلام اهل قلم و اهل گفتمان و صحبت فرمودند. حضرت مولانا اشرف علی را وقتی که خدا حافظی کردم گفتن یک نصیحتی به من، گفت نام خود را زیر قدم بگذار، قدمت و نام الله را بالا بر. هرگاه انسان دنبال نام خود باشه دنبال نام خدا نیست، هم خدا و هم خرما نمیشه. بالاخره دنبال نام الله باشه و تا نام الله بلند بشه، نام دین بلند بشه، و نباید هیچ کسی از ما دنبال نام خودش باشه که شهرت حاصل بکنه. حالا یک مرتبه خدا خودش یک چیزی میده، او که خدا میده و درسته، او صحیحه، الله داده، ولی انسان هیچ انگیزه داشته نباشه برای شهرت خودش، برای نام خودش نامش بلند بشه، برای اینکه عنوان بگیره و همه عنوانها را زیر پاش بگذارد، زیر قدم بگذاره نام خودش و میگه اون قسمتی که نام خدای بیرونش بکنه، اون قسمتی که نام خودتونه عبد فلان، او عبد بگذار زیر قدم و نام الله بره بالا. این چیزیست که در دین همین دستورش داده شده و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همین چیز فقیری میفرمودن و دنبال بودن و الله اونها را در دنیا هم عزت داد و در آخرت هم عزت داد. این اخلاص خیلی مهمه و للهیت خیلی مهمه. برای این باید دعا کرد، برای این فکرمند بود و خود را متهم کرد. نفسمون را متهم به ریاکاری بکنیم، نفسمون را متهم به گناه بکنیم و نفسمون را متهم به شیطنت بکنیم.
و ملامت کنه که تو آدم بدی هست. و همین که لا اقسم بالنفس اللوام، لا اقسم بالنفس اللوام، لوامه همینه که ملامت بکنه. بعضی میگن فلانی تو نمیشناسی که من چه آدمی، کاش تو من آمدی میدانست. ولی این تبرئه نفسه، خطرناک. الله تعالی من و شما را نجات بده، الله تعالی من و شما را حفاظت بکنه. هر جای اخلاص میاد آنجا بهار میاد، هر جای اخلاص میاد آنجا سرسبز میشه، آنجا میدرخشه. هر جای اخلاص میاد آنجا خدا میآید، هر جای اخلاص میاد اتباع سنت میاد، آنجا رسول صلی الله علیه وسلم، یعنی اتباع رسول و روش حضرت رسول. آنجایی که ریاکاری و نام و شهرت است، خدا و رسول کاری نداره است. خوشبین نباش، آدم ساده لو خوشبین میشی از خودش که من خوبم ماشاءالله، ولی بدبین باشید، متهم بکنید، تنها بشینید گریه کنید، من اخلاص بده الله، اعمال من ضایع نشه. و روایت آمده که حدیث که روز قیامت و لفظ قاری آمده که شامل عالم هست، عالم قاری را اول به جهنم میبره، سخی را، مجاهد و جهاد و سخاوت و علم بالاتری عمله. و وقتی میاره اینا را محاکمه میکنند و میگن که شما این نعمت داده شده، میگن که ما این هم این عمل انجام داد. میگن نه، شما قرائت خواندید، خدمت قرآن کردید، عالم بودید، خدمت علم انجام دادید و مجاهد بودید، جهاد کردید و هم مالتون خرج کردید ولی در رای الله نبودید، ولهذا شما به ریا انجام دادید. این عالم ریاکار و سخی ریاکار و مجاهد ریاکار سرنگون میکنه، به چهره به جهنم میاندازه. الله نجات بده. معلوم میشه که بالاترین عمل بدون ریا برباد. اینجا هجرت فمن کان هجرته الی دنیا یصیبها، ولهذا اسم و شهرت جز دنیا. در حال ما خدا را سپاس میگیم که سال جدید آغاز شد و این رحمت رب العالمین هست و فضل الهیه و همه ما با شکر خدا را به جا بیاوریم و با اخلاص و للهیت و با قوت کار بکنیم. هم متعلمین، طلاب عزیز و هم اساتید گرامی، همه انشاءالله برای الله با قوت انشاءالله هم درس بخونن و هم درس بدن و جدیت ما در این راسته خواهد بود و جدانه باشیم. و میراث انبیا همین هست و حکمت همین علمه و بالاترین نعمت. هیچ نعمت ما بعد از ایمان از علم نداریم، بلکه همون ایمان هم بدون علم نتیجه نداره و لحاظا ایمان هم نوع علم و اعتقاد درونی هست، علم دانش و روحین هست که ما انشاءالله با جدیت سالا آغاز بکنیم و از همه اول پابند باشه. فردا همه طلاب همونطور که در جلسه اساتید دیروز اعلام شده سر کلاسشون بیاد، استادم بیاید، بالاخره حداقل جلسه معرفه بشه. اگر درس دادن بهتره، اگر نشد در حداقل جلسه معرفه استاد و شاگرد خود را بشناسن و مقدار صحبتی بشه. و درس امروز آغاز ابتدای درس شروع و ما هم فردا سر کلاسیم انشاءالله. همه شما سر کلاس باشید و همین نعمت بزرگی پروردگار و به هر حال این راه دینه و راه علمه و
مشکلات خودش را داره. هر اندازه دوستان و عزیزان من کوشش بکنم برای رفاه طلاب و درخواست مانه که مشکلات ها را به هر حال تحمل کرد در راه خدا، در این حال ما را یادآوری بکنه، چون هرچی توی مدرسه ضعف و نواقص هست که فراوانند، یادداشت بکنه حداقل ما بتوانیم این ضعف ها و نواقص تقلیل بدیم. و درس زمان ما میتوانیم که یک سو باشیم، هم طلاب یک سو باشه، هم علما یک سو باشن. لحاظ موبایل و اینترنت و این مسائل نباید توی حوزه مورد استفاده طلاب قرار بگیره و لحاظ طلاب یک سو باشن به درسشون، با سیاست هایی که خارج از حوزه هم زیاد خود را سرگرم نکنن، به اخبار و روزنامه هم زیاد توجه نکنن، بیشتری توجه به درس باشه، یک سو باشن با درس و خارج از حوزه هم نرن به خانه های مردم خویشاوندان گاهی اینطور که خیلی اونها اصرار بکنند و ما گاهی بریم، بلکه هم داخل حوزه برای ما سلامتی اینجا، بیرون فتنه ها هستند و شیطان زورش بیرونه و شما درون حوزه باشید. همه دست به هم بدیم برای اینکه مدرسه را بسازیم و اینجا یک جایی باشه که هر که داخل میشه بلا فاصله فاسق اینجا داخل میشه به یاد الله بیفته و اینجا محل هدایت باشه، محل تغییر مسیر مردم باشه، تغییر دینیشون و شما انشاءالله این با عبادت میشه، این فضا با اترگین بشه، معطر باشه با عمل به سنت، با عمل به شریعت و با اخلاص و للهیت و باید این معطر بکنیم به این خدا معطر کنه. از اینجا باید معرف و اخلاص و للهیت به جاهای دور دور بره و سبب هدایت مردم بشه. اینجا باید جذبه اتباع رسول صلی الله علیه وسلم و جذبه عمل به سنت در دلهای شما موج بزنه و شما تک تک سنت ها را پیدا بکنید و بدون این زندگی من شما همه باطل و برباده. سنت باید ما اتباع بکنیم. اتباع آن حضرت برای ما شرف و اتباع آن حضرت برای ما سعادت هست و اتباع عمل به شریعت ما باید تک تک پابند. بالاترین لباس و بهترین عبا و جبه و کبای ما باید تقوا باشد و آراسته به تقوا. زنان و مردان همه فرهیزگار، طالبات و طلاب همه باید فرهیزگاری، چشم و گوش و زبان هیچی نگه که گناه باشه، بلکه اون چی که ثوابه و درست. اینجا غیر از این هیچی قابل قبول نیست، کوتاهی قابل قبول نیست، سستی قابل قبول نیست، گناه که خودش حرامه و ممنوع و ناجایز. اینجا باید جذبه اتباع باشه. سلام باید فضای حوزه را بگیره، سلام بده یک دیگر را و متاسفانه این سلام سنتی هست که کمرنگ بسیار در بیان ما و بقیه سنت هم کمرنگ در بیان ما. سنت باید پررنگ باشه، اتباع سنت، اتباع شریعت، اخلاص و للهیت، تقوا و ایمان، صداقت و راستگویی، امانت داری، حفظ شریعت. ما مأموریم، به ما دستور داده شده است که ما شریعت حفاظت کنیم و ظاهر شریعت حفاظت بکنیم، خلاف شر کاری انجام نگیره و هر جای شما خلاف شر دیدید و یا خودتون اصلاح کنید یا ما را در جریان بگذارید، در مسئولین اساتیدتون را تا اصلاح بشه. خط مشی مدرسه اینجا همینه که همون خط مشی حضرت مولانا رحمت الله علیه است. اینجا یک نگاه کلی هست و ما سایم اینجا
که هیچ نوع اختلاف توی حوزه نباشه، بلکه اختلاف خارج از حوزه را ما تا آنجایی که بتوانیم کوشش میکنیم که اصلاح بکنیم. هم اختلاف اقوام را و هم اختلاف افکار را و تفکرات را هم اصلاح میکنیم. و اینجا اساتید گرامی و طلاب عزیز و همه ما بدونیم که مسیر همین مسیره، مسیر حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه. بانی این مرکز حضرت مولانا که به اتفاق علماء و مردم و شهادت همه یک انسان ویژه بود و یک انسان استثنایی بود و یک انسان بسیار مخلص، هم عالم بود و هم عاقل بود و هم درویش بود و هم عابد بود. تعلقش به خدا و رسول بسیار قوی و واقعا عاشق خدا و رسول، عشق خدا و رسول داشت. بارها دیدیم که اسم آن حضرت یاد میشه، تذکره آن حضرت و چشمش دو جوهی که جاری و ذکر پروردگار است و گریه حضرت مولانا بلنده. و لحظه همین انشاءالله اساتید الحمدلله، اساتید شما همه اساتید شایسته، اما الحمدلله ما خوشحالیم و از شکر خدا را میکنیم به این همکاران. و من اگر این کلمه من ریای نباشه و وقتی که خدای تعالی من دعای نصیب میکنه، من اساتید گرامی را همکاران دعا میکنم، دعای خیر میکنم و برای حفاظت اینها دعا میکنم که الله اینها را حفاظت کنه، چون با همکار خوب آدم میتونه کار بکنه. اگر همکار خوب داشته نباشه یک دست هیچ صدایی نداره و همکاران که کار میکنن. و لحظه هم برای شما طلاب عزیز، برای آینده شما که آینده شما آینده روشنی باشه و شما داعیان دین باشه، چرا که مولانا عبدالعزیز شمایی داینده و مولانا عبدالعزیز، مولانا محمد عمر و دیگه این بزرگان اساتید، مولانا احمد، مولانا خدا نظر، مولانا نعمت الله رفتند اینها و لحظه جایشون را شما شاگردان اونا داره. و شما باید این آمادگی را داشته باشید، آمادگی بکنید. و هم بهترین ایام است این ایام طلبگی برای تزکیه اصلاح. از این ایام بهتر ایامی وجود نداره. بعد ایام مشغله و گرفتاری هست. شما همه ایام طلبگی باید دو چیز فکر بکنید، دانش و علم و هم تزکیه و اصلاح. این هم کناری هم آمده. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. معلوم میشه که نه همه با همه. یتلو علیهم آیاتی، تلاوت آیات قرآن به کثرت بخونه، قرآن بار بار بخونه. قرآن یکی از وسیله های مهم برای تزکیه انسان، ذکر الله تعالی و یاد الله تعالی. طالب باشید، طالب واقعی باشید، طالب نما، مسلمان نما، عالم نما، درویش نما. از این نماها خسته شدیم. انقدر به نمایش گرفتار بودیم که خسته شده. دنیا هم از ما خسته. و لحظه تنها چیزی که باید پایدار باشه او اخلاص هست و او للهیت هست. نمایش بگذار و به حقیقت بیا، به واقعیت بیا. الله تعالی من شما را توفیق عنایت بکنه. اعمال شما، دعاهای شما تأثیر گذار هست برای قضایای جهان اسلام و مشکلات جهان اسلام و مشکلات جهان اسلام. شما دعای خیر کنید، اساتیدتون دعای خیر کنید، عزیزانی که مخصوصا کار میکنن شبانه روزی و تلاش میکنن. و دیروز من عرض کردم که کار اصلی ما همینه، باقی کار فروعات و تابعین
توابع و کار اصلی ما که اگر به برگای الله تعالی قبول بشه مایه نجات ما می شود همین کار است، خواندن و درس دادن و تعلیم دادن است. الله تعالی همه ما را موفق بداره. جمیع کسانی که اینجا کارمندن، جمیع کسانی که اینجا خدمت میکنن، جمیع کسانی که به مدرسه کمک میکنن، همه اگر اخلاص باشه همین عمل سبب نجات اونها میشه. و گاهی ما دوستان میگیم فرق میکنه کار در یک هتل تا کار در یک مسجد تا کار در یک حوزه فرق میکنه. و الله تعالی همرا اخلاص نصیب بکنه. کلام من اطاله کلام کردم و به همین عرایز اکتفا بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.